и раз, точка, два, и раз, и два. کاستینگ در آمدم و مرا زیبا امینزاده دوستای خیلی رقص نشان دادن. به من خیلی محبوب شد و من از کاستینگ گذشتم، به خانه رفتم. مادر و پدرم را گفتم. پدر و مادرم از من عموما راضی نبودند در جاده صنعت. از عائله ما یگان کس صنعتکار نیست است. مشکل است، آسان نیست. وقتی که ما به بیرون میبرایم همه مردم ما رو میشناسد. به من میگفتند که ممکن نیست از دین اسلام رقاص شدن، پیش خلق به رقص کردن. پدر و مادرم گفتند که ساحه طب را آموز و در آینده میخواهم تو مامادایه شوی. در انسان رقصی زیبا کودکان از سن 5 ساله تا سن 21 ساله فعالیت میبرند. انسامبل ما به 3 گروه دیده می شود، یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان. امروزها بسیار دختران ما به این صنعت رقصی نیاز دارند و نظر به سالهای پیشین خواهشمندان نسبت صنعت رقص تاجیک زیاد شده ایستاده است. یعنی که با پدر و مادران، با برادران، همه‌شون باید درست فهماندهی باید باشد که این یگان صنعت رقص یگان کاری ناشایسته نیست. با ما در این دخترکان مدنیت، فرهنگ، اتیک، استتیک را تربیت میکنیم. هنوز در ابتدای پیدایش انسانیت خب با توسط رقص مراسم‌های شکارچگی را به جا می‌آوردند. همچنین رقصی پیش از شکار بود، رقص بعد از شکار بود، رقص‌های سحرناک یا اینکه رقص‌های جادویی بود. یعنی در همه ملت‌ها، خواه و تاجیک است، خواه ترک است، خواه عرب است، خواه کرد است، خواه دیگر، یعنی در ابتدای پیدایشش رقص موجود بود. خب نسبت رقص اسلام چی میگه؟ نسبت رقص اگر رقص فحش به نبرد، یعنی فحشیات به نبرد، رقص شهوانی نباشد، اون جایز است. لیکن رقصی که به شهوت میبرد، به فحش میبرد، اون منع کرده شده است. درباره حیات شخصیم حاضرش به هیچی گفته نمیتونم. خدا خواهد مایم آینده عائله‌دار شده، فرزنددار شده کار و فعالیت میبریم و من در آینده فرزند خود را به جاده صنعت اگر خواهد میسپارم، رد نمیکنم.